احتمالاً شما هم مثل خیلی از والدینی که فرزند دارای اختلال روانپزشکی دارن نگرانی‌های زیادی دارید و زندگی با این افراد رو سخت، پیچیده و غیر قابل پیش بینی می‌دونید. طبیعیه که تو این مسیر احساسات ناخوشایند رو به عنوان پدر و مادر تجربه بکنید. اما چند تا نکته مهم رو حتما در نظر بگیرید. اول اینکه بچه‌های شما از شما انتظار دارن که پدر و مادرشون باشید، نه مشاور و درمانگر اونها. اونها بیشتر از این که به راه حل‌های منطقی احتیاج داشته باشن، به همدلی شما احتیاج دارن. نکته دوم اینه که به جای اینکه روی باورهای غلطی که در مورد این اختلال وجود داره تمرکز بکنید، ببینید چه اطلاعات واقع بینانه و علمی در مورد این اختلال و ماهیتش هست. و نکته مهمی که خیلی از خانواده‌ها متاسفانه ازش غفلت میکنن اینه که به جای تمرکز همیشگی روی آسیب‌ها و نشانه‌های اختلال و حال بد فرزندتون، به این توجه کنید چی کار میتونید بکنید که اونها رو توانمندتر بکنید و مهارت‌هاشون رو بیشتر بکنید. و پیوستن به گروه‌های حمایتی و خودیاری والدین که تجربه‌های متنوعی رو در اختیارتون میذاره و کمک خیلی مهمی میتونه براتون باشه.